بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران الاسلام، قبل از همه از نام خودم و از نام تمام اعضایان شورای علما و مرکز اسلامی اداره مفتیات، همه شما و در سیمای شما پیوندان و نزدیکان، تمام اهل خانواده رو از صمیم قلب تبریک و تهنیت میگویم. از خداوند عزوجل با دعا برای هر یکی شما و پیوندان و اهل خانواده عزت و برکت و سعادت دارین رو تمنا میکنم. خداوند عزوجل این روز عید و همه روز و همه وقتی ما و شما رو مبارک و برکت بگرداند و همیشه زیر سایه رحمتش قرار بدهد و همیشه پروردگار کامیابی ها و عزتمندی و سلامتی و سعادت ابدی رو نصیب روزی بگرداند. برادران اهل اسلام، عید یا روزهای مبارک در صورت با برکت می شود و مبارک می شود که مسلمان ها بین همدیگر اخوت و محبت و دوستی و برادری و رحم و شفقت و یکدیگر فهمی و یکدیگر قدرکنی داشته باشند. از قدیم مردم ما و شما میگویند که اگر ما به هم دیگر رحم نکنیم، پروردگار به ما رحم نمیکند. این یک واقعیتی هست که این را هیچ کس این کار کرده نمیتواند، چرا که حیات، تجربه، زندگی اثبات کردگی هست که هر مسلمانی که رحم و شفقت داشته باشد، هر مسلمانی که نسبت اهل خانواده و پیونده و اقربا مهربان باشد، خیرخواه باشد، کامیابترین، سعادتمندترین انسان زندگی میکند. و در حیات زندگی تجربه دایم میبینیم و دیدیم که انسانهایی که رحم و شفقت ندارند، انسانهایی که خیرخواه نیستند، بدخواهی دیگرانند، همون بدخواهی خودش بالای سرش هزارها آفت‌ها و مصیبت‌ها و بدبختی‌ها آوردگی هست. در اسلام دو نمونه عبادت است. یکی عبادتی شعائری، عبادت‌های اصلی، نماز و روزه و حج و زکات و دیگر و دیگر عبادت‌های معاملوی و معاشرتی. عبادت‌های معاملوی و معاشرتی یعنی چی؟ مناسبت با همسر، تربیت فرزند، احترام پدر و مادر، احترام همسایه، مناسبت با همکار، با دوست و رفیق و همنشین و مناسبت با هموطن. این همه عبادت است. این همه عبادت است. وقتی که مسلمان در این عبادت ها کامیاب باشد، رو بیشتر که گفتم شروع کرده از معامله همسر یا شوهر، فرزند و پدر و مادر، همسایه و دیگر، کلانسال و بزرگسال و موسفید، احترام موسفید سال خورده، اگر این همه داشته باشد، این همه رعایت کند، این نشانه آن است که عبادت‌های اصلیش قبول شده است. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند که ببین بعد هر عبادتت
اگر در زندگیت تغییر به وجود آمد، پس معلوم می شود که اون عبادتت قبول شده است که تو رو تغییر داده است. چرا که این همه عبادت ها به خاطر انسان هست، به خاطر مسلمان هست که مسلمان تغییر بیابد، مسلمان در قالب کمالات انسانی و اسلامی در یک قالب کمالات خود را جای کند. مسلمان یک انسان مفید و منفعتناک برای خود اهل و خانواده و پیوندان هموطنان و همه مفید باشد. پیامبر علیه السلام در حدیث مبارک میگویند که افضل الناس انفعهم للناس، بهترین مسلمان همونی هست که منفعت و فایدهش به دیگران میرسد. برای همین مسلمان اگر نیکی کرد باید خوشحال و خشنود باشد، باید پروردگار را شکر بگوید که پروردگار را شکرانه که از من اگر خیلی کمم باشد فایده هم به کسی رسید. اور ببینید امروز عید یعنی روزی احسان، روزی نیکی، روزی عیادت، روزی صله رحم، روزی صله کردن سر یتیم رو با لباس نو و لباس زیبا تامین کردن، این بس و اجر دارد. یعنی مهم و اساس این روزی هست که قلب رو خشنود کنید، قلب خشنود و خوشحال شود. وقتی که قلب خشنود و خوشحال شد، خالق اون قلب از شما راضی می شود و برای شما خیر و برکت دنیا و آخرت را نصیب و روزی می گرداند. همین انسان هایی که خیلی رحم و شفقت دارند، خیلی مهربان هستند، اخوت و محبت و دوستی رعایت میکنند. شما دیدید همین انسان ها خصوصا در پیری خور شده باشند؟ هیچ ممکن نیست که انسانی با رحم و با شفقت و مهربان و خیرخواه و دل نیت نیک و قلب صاف و پاک و عملهای صالح نیکی ها انجام بدهد بعد اون خور شود. ممکن نیست، خور نمی شود. چرا خور نمی شود؟ چرا که این وعده پروردگار است که هر بنده ایش این نیکی ها و نکوکاری ها انجام میدهد، پروردگار هرگز اون رو خور نمی کند، ذلیل نمی کند، زیر پا نمی کند. اون رو عزت می دهد، برکت می دهد، بالای چشم و دیده فرزندان می بردارد. اهل خانواده، اقربا و پیوندان و خویشاوندان همه نزد همه قدر دارند، احترام دارند، بالای چشم و دیده می بردارند. و خاطری که اون در وقت توانمندیش همیشه مهربان بود، همیشه رحم و شفقت داشت، همیشه خیرخواه بود. خوشبخت‌ترین انسان در زندگی، کامیاب‌ترین و خوشبخت‌ترین انسان در مسلمان در زندگی، خیرخواه‌ترین مسلمان در زندگی هست. هر مسلمانی که نیتی نیک و قلب صاف و پاک داشته باشد، اصلا زندگی با برکت می‌بیند. پروردگار عزت و سعادتش می‌دهد. حالا گفتم پروردگار وعده خلاف نیست، پروردگار وعده خلافی نمی‌کند. چرا وعده خلافی نمی‌کند؟ به خاطر که خود وعده کردگی هست. حالا میگوید چیز؟ استعیذ بالله فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. با این اندازه اگر نیکی کرده باشد. برای همین مسلمان هیچ وقت باید نیکی رو کم نبیند. حتی یک کلمه نیکی، حتی یک سخنی خوبی، حتی یک دلبرداری و راهنمایی، این همه برای انسان برمیگردد. و برای مسلمان همچنین عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرتش می شود. پروردگار وقتی که میگوید که من نیکان رو دوست می‌دارم
نکوکاران را دوست می‌دارم، پس چگونه ممکن است که پروردگار دوستش را در این دنیا و آخرت خار کند؟ هیچ ممکن نیست. ببینید شما با یک برادر، با یک انسان دوستی میکنید، همیشه سعی و تلاش میکنید که در پهلوی اون دوست باشید، در خرسندی و خوشنودی و خوشحالی هایش تهنیت بگویید، تبریک بگویید، در پهلویش باشید، افتخارش باشید و در مصیبتها تسلیت بگویید، دلبرداری کنید و این را انسان با همدیگر با دوستش انجام میدهد. حالا که این انسانی ضعیف با دوستش چه کارهای انجام نمیدهد. گاه میبینید صدها کیلومتر برای یک خرسندی دوسته میرود، چرا که دوستش خرسندی دارد یا دوستش مصیبت دارد، برای تسلیت و دلبرداریش میرود، خسته و مانده و سفر و مشقت و این همه. همچنین که انسان با خالقش قیاس شونده نیست و دوستی انسان با انسان و دوستی انسان با پروردگار و دوستی پروردگار با انسان قیاس شونده نیست. حتی انسان‌هایی که نیتی نیک و قلبی صاف و پاک و همیشه سعی و تلاش میکنند به قدر امکان، هیچ کسی رو پروردگار از توانش زیاد مکلف یا امر به کاری نمیکند. همه کار در حدودی امکانیت است. ولی ببینید بعضی بیمارایی که میان اینجا بالای میز مینشینن نماز میگذارن، حالا که سجده فرض است، قیام فرض است، لیکن ترک این فرض میکنن، لیکن نمازشون کامل و صحیح و درست است، اجر و پاداش کاملی نماز رو به دست میارن، حاصل میکنن. چرا؟ به خاطری که توانشان همین است، از این دیگر توان زیاد ندارن، به قدر توان انجام میدهند. پس این مدامی که به قدر توان انجام میدهند، پروردگار اجر و پاداش کامل عبادتش رو برایش میدهد، با وجود این که در این فرض ترک فرضهایی میکند، همچون قیام، سجده، رکوع یا دیگر. پروردگار بس و مهربان است. رحمت الهی چنان وسیع است که تمام اشیا رو فرا گرفته است. مهم و اساس بنده مؤمن نیت نیک داشته باشد و تلاش بر رحمت الهی داشته باشد، امید از رحمت الهی داشته باشد و امید به پروردگار داشته باشد. پروردگار هیچ بنده امید کرده اش را ناامید نمیکند. حالا همین ایمانی که ما همیشه کلمه طیبه و کلمه شهادتی که به زبان تکرار به تکرار میگوییم، لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، همین کلمه های عهد و پیمان دوستی با پروردگار است. وقتی که عهد و پیمان دوستی رو با پروردگار همیشه تأکید میکنیم، این نشانه آن است که پروردگار ما رو دوست داشته است که ما پروردگار رو ذکر میکنیم و به نیکی یاد میکنیم. مسلمان باید افتخار داشته باشد که پروردگارم رو ذکر میکنم، پروردگارم رو سجده میکنم، پروردگارم رو عبادت میکنم. حتی وقتی که شکر میگوید هر نعمتی رو، باید مسلمان بعد شکری اون نعمتی، شکری گفته اون نعمتش باید شکر بگوید که پروردگار رو شکرانه که شکرانه گفتم. اگر شکرانه گفتن این نعمت رو پروردگار در روح و روان و ذهن این بنده اش نمی آورد، اون هیچ وقت شکر نمیگفت، این کلمه ها رو نمیگفت. مدامی که این کلمه ها رو میگوید، پس نشانه اون است که پروردگار این بنده اش رو دوست داشته است و پروردگار حتمی عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت رو برایش عطا می‌فرماید، خصوصا در سال پیری و برجاماندگی. برای همین روزی عید روزی رحم و شفقت است، روزی اخوت و برادری هست، روزی مهربانی هست، با سخنی، با جمله، با دعای، با تبریک پدر، مادر، خصوصا
فرزندا، برادرها، همکارا و رفیق و دوستا، همنشینا و دیگر این همه روزی است که با یک پیامکی، با یک تماسی، با یک تلفنی، با این همه باید که مسلمان باید همدیگر رو تبریک بگویند، تهنیت بگویند و تماس باشند، خیرخواه باشند. تکرارم شود، هیچ وقت مسلمانی خیرخواه خور نمی شود. همین قاعده رو در ذهنتون بگیرید، هیچ وقت مسلمانی خیرخواه خور نمی شود. اگر 100 ساله و 103 ساله و 5 ساله 103 ساله رو دیدیم خیلی خوشحال و توانمند و ماشاءالله، یعنی راضی و خرسند و قناعتمند و خوشنود هست. چرا؟ به خاطر اینکه خیرخواه و همیشه به قدر امکانش محنت و زحمت و کمک و دیگر به دیگران کرده است. من گفتم بابا این شنوایی و این همه فکر و خیال و همه جا به جا ماشاءالله خداوند حفظتان کرده است. گفت حضرت طول حیاتم وظیفه‌های گوناگون اجرا کردم، لیکن به هیچ کسی ظلم نکردم. به هیچ کسی ظلم نکردم. همیشه خیرخواه بودم، به هر کسی که توانستم به قدر امکانم کمک کردم. شاید گفت همین باشد که پروردگار حفظم کرده است و مهم اساس بالای چشم دیده اهل خانواده و فرزندان است. خیلی مهم است. دعا کنیم پروردگار امروز عید و امروز خرسندی و همه روز و همه وقت ما را مبارک با برکت بگردان. پروردگار بین امت اسلامی و تمام مسلمانان اخوت و محبت و دوستی و یکدیگر فهمی و یکدیگر قدرکنی را دائمی و ارزانی و همیشگی بگردان. پروردگار تمام نفاق و نزاع و فتنه و تمامی آفت و ضرر و خطر را از بین مسلمانان ببردار. فیض و خیر و برکتت را دائمی و همیشگی و ارزانی بگردان. پروردگار اخوت و محبت و دوستی و برادری بین مسلمانان را دائمی بگردان. امروز عید و همه روز و همه وقت ما را مبارک و با برکت بگردان. خصوصا پروردگار این کشور ما را از تمام آفت و زیان و ضرر و خطر در پناه عصمت خودت نگه بدار. تمام بلا و وبا را ببردار. فیض و خیر و برکتت را دائمی و ارزانی و همیشگی بگردان. پروردگار پیشوای ملت و تمام شخصان خیرخواه این کشور اسلام و مسلمین را در تمام کارهای خیر، عملهای صالح و نیتهای نیکشان کامیاب و موفقشان بگردان. همه اونهایی که برای آبادی و آرامی این کشور محنت زحمت میکشند، در عوض این همگان را عزت و سعادتی ابدی نصیب روزی بگردان. پروردگار همانهایی که برای پیشرفت کار مسجدها، خصوصا این مسجد و مرکز که مدت است تعمیر و دیگر رفع ایستاده است، پروردگار همه اون برادرانی که محنت و زحمت و مبلغ گذاری ها کردند و میکنند، در عوض این همه پروردگار در عمر و زندگی و کسب و کار و صاحب کاری و دنیا و آخرتشان عزت و سعادتی ابدی نصیب روزی بگردان. پروردگار همه این حاضرین با امید خانه‌ات آمدند و دست امید به سوی خودت برداشتند. پروردگار هیچ بنده امید کرده را ناامید نکرده ای. همه ما حاضرین را ناامید مگردان. همیشه عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت نصیب روزیمان بگردان. پروردگار همیشه زیر سایه رحمتت قرار بده. با نظر خیر و برکت نظر رحمتت نظر پروردگار هر جای نظر رحمتت باشد تمام فیض و خیر و برکت وجود دارد. همیشه به همه ما و کشور ما و به همه مسلمانان و امت اسلامی با نظر رحمتت نظر کن. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. آمین برحمتك یا ارحم الراحمین.